اگر الله آدم محبوب داشته باشه چی نتیجه داره؟ این تشریحش در حدیث دیگه میکنه. او حدیث هم از ابی هریره رضی الله عنه است. امام بخاری رحمه الله نقل میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرما ان الله تعالی، یقینا الله سبحانه و تعالی که صفت عالی داره، شان عالی داره، بلند مرتبه هست. قال فرموده، حدیث قدسی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله میفرماید، الله خود میفرماید. چی میفرماید؟ من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. این اول جمله است. کسی که دشمنی داره به امرای او کسی که برای من نزدیک است، برای من دوست است، محبوب است، فقط آذنته بالحرب، ما اعلام جنگ برش کرده. زمانی که الله سبحانه و تعالی با کسی اعلان جنگ بکنه، کسی هست در مقابل استادگی کرده بتانه؟ اول گپ اینجا ایست، قبل از اینکه تو محبوب شوی، محبوب الله، ولی الله سبحانه و تعالی می باشه. بفهمی ای مؤمن، اگر تو الله تو را دوست داشته باشه، تو ولی الله هستی. و اگر کسی در مقابل تو اهانت میکنه، توهین میکنه، الله اعلام جنگ کرده. حفاظت و صیانت تو را الله سبحانه و تعالی میکنه. امروز که مؤمنا در بدر خاک بسر است، ما دور کردیم خدا، محبت الله را کمایی نکردیم، ولایت الله سبحانه و تعالی را کمایی نکردیم، تلاش نداریم، محنت نمیکنیم، زحمت نمیکشیم که کدام چیز، کدام سبب محبت الله سبحانه و تعالی میشه. از همون خاطر است الله نصرت خدا میگیره از پیش ما. ان تنصر الله ینصرکم. اگر ما واقعا دین الله را نصرت کنیم، الله ما را نصرت میکنه، نمیگذاره. مشکل ما در تمام جهان، مسلمان الله رحم بکنه، اویی که به عقیده کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم محکم استوار است، میدانه حقیقت بسیار کم مردم است، در فیصدی بسیار کم است، خیلی کم است. او کسی که در یک مجمعه بزرگ 1000 نفری در یک مسجد که جمع میشه، چند تنی از این نماز لذت میبره، چند تنی از این وقت الله اکبر میگه قلبش یک دم پرواز میکنه، الله اکبر. چند تنی از این فکر میکنه که من در دنیا هیچ لذت دیگری نداشتم بجز از این لذت. احساس کردیم؟ در عمری که سر ما میگذره نمازا میخوانیم احساس کردیم؟ بسیار کم مردم باشد. علتش چیست؟ علتش چیست که ما آن چیزی که سبب محبت الله سبحانه و تعالی میشه دنبالش نمیگردیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ولی الله را اگر کسی اذیت میکنه، دشمنی میکنه، الله اعلام جنگ امرش کرد. کی ولی میشی؟ اسباب ولایت کدام است؟ چه قسم ولی الله جور میشی؟ الله سبحانه و تعالی دمی حدیث خود میفرماید و ما تقرب الی عبدی، نزدیکی نجسته به سوی ما یک بنده ما، بشین به طور یک چیزی که او میخواه برای ما خود نزدیک بسازه، نجسته اینطور نزدیکی را، احب الی که او برای من بسیار محبوب باشه، مما افترضته علیه، از آن چیزی که من سرش فرض گردانیده. ولایت وقتی حاصل میشه که تو به الله خود نزدیک بسازی. راه نزدیکی به سوی الله، محبوب ترین چیزی که به الله آدم توسطش نزدیکی میجوید ادای فرایض الله هست. از آن چیزی که نهی کرده خود منع کردن، اجتناب کردن، و از آن چیزی که امر کرده او را ادا کردن. هر کدامی ما میبینیم اوامر الله سبحانه و تعالی تنها نماز نیست، تنها زکات نیست. اوامر الله سبحانه و تعالی معامله نیک با سیاستت، معامله نیک با اولادت، معامله نیک با همسایت، معامله نیک با برادر مسلمانت هست.